و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. اولین بسته وسایل دستگاه رادار از فرانسه به افغانستان رسید. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ارزش مالی این وسایل به 112 میلیون یورو میرسد. مقامات گفتند این رادارها که کار نصب آن با شرکت تاس فرانسوی امضا شده است در 12 نقطه کشور نصب می شود که با نصب آن فضای افغانستان محفوظ خواهد شد. اداره ملکی هوانوردی میگوید با نصب این دستگاه ها کنترل فضای افغانستان تا 45,000 فوت در دسترس خواهد بود. میراث فرهنگی افغانستان در یونسکو اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت می شود. از جمله سبک میناتوری بهزاد فقط به نام افغانستان، صنعت تولید ابریشم به نام 6 کشور افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و شب یلدا به نام افغانستان و ایران برای ثبت در سال 2022 منظور شد. در 9 ولایت کشور 40 بند آب کوچک ساخته می شود. اداره ملی تنظیم آب کشور می گوید این بندها با ارزش 18 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که هدف ساخت آن مدیریت آب، جلوگیری از سیلاب‌های موسمی، تقویت منابع آبی زیر زمین و فراهمسازی زمینه کاری برای مردم می باشد. این بندهای کوچک آب در ولایت پنجشیر، پروان، تخار و شماره ولایت دیگر ساخته می شود. این پروژه ها در مدت 1 سال تکمیل خواهد گردید. حکومت افغانستان در این اواخر توجهش را به مدیریت آب کشور افزایش داده است و چندین بند بزرگ آب و برق نیز به بهره برداری سپرده شده است. بانک جهانی با اتاق مسئولیت غذایی افغانستان 57 میلیون دلار کمک کرد. علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید بانک جهانی کارهای پروژه مسئولیت غذایی افغانستان را مثبت ارزیابی کرده و کمک‌هایشان را با این اتاق افزایش داده است. وی افزوده است که کمک‌های بانک جهانی در بخش اقتصاد ملی افغانستان مهم تلقی می‌شود و برای انکشاف ولایت نیز مهم پنداشته می‌شود. بخش زیاد کارهای عملی کانال جدید ارچی در ولایت کندوز عملی شده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب میگوید این پروژه توسط کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به هدف مدیریت آب و آبیاری زمین‌های زراعتی تطبیق می‌گردد. وی در مورد هزینه این پروژه چیزی نگفته، اما افزوده است که با تطبیق این پروژه 3600 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. فابریکه تولید دانه مرغ در ولایت خوست افتتاح گردید. این فابریکه از سوی یک تن سرمایه‌گذاران خوستی به ارزش 166 میلیون افغانی ساخته شد. مقامات گفتند تاکنون 120 تن به طور مستقیم در این فابریکه مشغول کار هستند. مسئولین فابریکه گفتند این فابریکه به ولایات مختلف کشور و همچنان کشورهای همسایه نیز صادرات خواهد داشت. از سوی دیگر والی خوست مهمند که توازی میگوید تجاران که خواهان سرمایه‌گذاری در خوستند تمام سهولت‌ها و امکانات برایشان فراهم خواهد شد. در سال جاری در 7 ولایت کشور 38 مرکز پروسس زعفران ساخته می شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید این مراکز پروسس زعفران در ولایت هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب و دایکندی به طور جدید و عصری ساخته می شود که تا آخر سال جاری تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. کشت زعفران، تقویت اقتصاد زارعین و صادرات زعفران اهداف ساخت این مراکز می باشد. زعفران افغانستان برای چندین سال مسلسل در سطح جهان مقام اول را کسب کرده است. کار ساخت شفاخانه 200 بستر در ولایت کنر جریان دارد. این شفاخانه از سوی شرکت بنایی انکشاف ملی ریاست جمهوری ساخته می شود. مقامات گفتند این شفاخانه در 26 جریب زمین در 3 منزل با همه محلقات ساخته می شود. بر بنیاد معلومات مسئولان حکومتی بالای این شفاخانه 348 میلیون افغانی سرمایه گذاری می شود. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.